سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان عزیز کانال نگین رضوی. خیلی خوش اومدین به ویدیو امشب. انشالله که هر جا هستین سالم و سلامت باشین، حال دلتون عالی باشه. و به بینندگان جدید کانال و فالوورهای جدید خیلی خوش آمد میگم، خیلی خوش اومدین. اگر من رو نمیشناسین، من امیرحسین هستم. هر یک شب در میون ساعت 9 شب ما ویدیو داریم از حال و هوای حرم. انشالله که از ویدیوهای کانال خیلی راضی باشین و زیارت آنلاینتون قبول باشه انشالله. امروز هم از خیابون اندرزگو در به باب جواد وارد حرم شدیم و به صحن پیامبر اعظم اومدیم. این هم از حال و هوای صحن پیامبر اعظم هستش. همونطور که میبینیم در حال قرائت قرآن هستن. الان هم حال و هوای بعد از نماز مغرب هستش که بیشتر زائرین یا به هتل هاشون رفتن یا اینکه به سمت ضریح رفتن و باقی زائرین در صحن‌ها در حال مناجات و قرائت قرآن و نماز و غیره هستن. این شب هم امام رضا نصیبمون کردن، مشرف بشیم. طاووسی آقا امام رضا علیه السلام. مثل همیشه دعاگوی همه شما عزیزان هستم. دعا میکنم که انشالله هر حاجتی، هر گرفتاری دارین برطرف بشه، آرزوی حاجتی دارین برآورده بشه به حق آقا امام رضا علیه السلام در این ایام. خب امشب هم یک زیارت مفصل و کوتاهی خواهیم داشت و با هم به سمت صحن آزادی بریم. میخوایم از سمت صحن کوثر بریم امشب از رباق امام خمینی انشالله. از حال و هوای جایخانه حضرت رضا در اول ورودی صحن کوثر که
ازدهام رو ماشاءالله میبینید که چقدر زیاد هستش. حالا این چایخونه خیلی طولانیه، انشالله این چایخونه های بعدی اونجا براتون ویدیو میبرم. انشالله رزقمون رو از چایخونه دیگری بگیریم. اینم از صحن کوثر هستش ماشاءالله. صف چایخونه رو میبینید که چه ازدحامی هستش. یه مردم بعد نماز چون چایخونه ها رو میبندن، بعد نماز مردم میخواین از چایخونه استفاده کنن، ازدحام ماشاءالله زیاد میشه. شلوغ‌ترین چایخونه که دیدم هم چایخونه بین صحن کوثر و صحن پیامبر اعظم هستش که صفش خیلی طولانیه. خلوت‌ترین چایخونه هم میشه گفت چایخونه باغ رضوان هستش که هم هیچ چایخونه حال و هوای اونجا رو نداره، بخاطر بین باغی که هست و خلوتی اونجا. بریم حالا جلوتر به سمت صحن آزادی بریم با هم. اینم از اول ورودی قصد نواب صفوی به ازدحام هم دارین، پس ماشاءالله ماشاءالله زیاد هستش. از صحن آزادی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متشکرم آقا. خوش آمدید. خوش آمدید. من بگم صحن آزادی آرامش بخشترین صحنی است داخل حرم که آدم با اینکه هر چقدر شلوغ باشه روحش آروم میگیره. حتما پیشنهاد میکنم که انشالله مشرف شدین بارگاه آقا امام رضا علیه السلام، حتما به صحن آزادی سر بزنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی الامام تقی نقی و وجودک علی ما فوق الارض و ما تحت الثری از صدیق شهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افصل ما صلیت علی احد من اولیائک. اللهم صل علی تطلع برا برا. محمد حسین آب می‌خوری؟
هم ساعت 6:15 شب هستش. روز اول هفته، روز شنبه. با هم یک سر به سمت صحن انقلاب بریم و از حال هوای اونجا هم یک ویدیو کوتاهی داشته باشیم و بریم ادامه زیارت امشب. الان صلی الله علیه و علی سیدنا علی ابن موسی رضا. انشالله قسمت بشه شما هم این صحن رو تجربه کنین. هر کسی تا به حال به حرم مرزا مشرف نشده، اون کسی هم که در قدیم مشرف شدن، انشالله که هر چه سریعتر نصیبتون بشه زیارت آقای امام رضا علیه السلام. دوباره این صحنه ها رو تجربه کنین. این ویوی از آبی از گنبد طلای امام رضا علیه السلام رو دوباره انشالله همتون تجربه کنین. حال هوای اینجا رو جلوتر هم که میبینید عروسیماد شهری تازه عقد کردن. انشالله که زندگیشون خیلی عالی باشه در آقای امام رضا. گفتم از این مسیرم براتون یک ویدیو بگیرم. بزن حتما پیشنهاد میکنم اگر صحن انقلاب اسلامی رو میخوایم بیاین، حتما از ورودی سمت خیابان طبرسی وارد بشین. یک ویوی دیگه ای داره این صحنه، آرامش دیگه ای داره. وقتی هم وارد میشی اول روبروت گنبد هستش، حتما پیشنهاد میکنم این مسیر رو بیاین. یک سوال دیگه ای داره. این هم از این زاویه زام زایدون رو تماشا میکنید. پایزان با هم به سمت صحن جمهوری بریم.
از اونجا هم یک بازی داشته باشیم انشالله. میای؟ برای عکس می‌گیری. فقیر به درگاه آمدم. عزیزان این هم از صحن جمهوری اسلامی. حالا هوای اینجا هم یک ویدیو بگیریم و یک صحنش رو نشونتون بدیم. این هم گنبد طلای امام رضا علیه السلام که از صحن جمهوری اسلامی یک باید اول صحن باشیم تا قشنگ دیده بشه، مثل صحن آزادی و صحن انقلاب و صحنگاه ارشاد قشنگ زیاد دیده نمیشه، خیلی دیدش کمتره نسبت به صحنه‌های دیگه. ولی اینجا هم حالا هوای خیلی خوب خودشو داره. هم از پنجره فولادش و ورودی آقایون که بیشتر فیلم های کانال دیدین که از این سهمیان. الان هم با هم بریم. این هم ورودی از سمت بسته شیرازی هستش. این سمت هم که اول ورودی دارالحجه و به سمت راستش هم به سمت صحن انقلاب میخوره که همین الان از اونجا اومدیم. الان با هم بریم به سمت چایخونه باغ رضوان و انشالله رضامونو از امام رضا داخل چایخونه بگیریم انشالله. این هم از صحن انقلاب که با هم اومدیم. این هم از باغ دارالحجه که از اینجا به زیر زمین حرم راه پیدا می‌کنیم و به نزدیکترین ضریب مرقد آقای امام رضا علیه السلام. این رو به رو هم بسته شیخ توسی
اول خیابون شیرازی هستش. اگر از ورودی بسته شیخ طوسی بیاین سمت چپتون به باغ رضوان میرسین و اگر از سمت صحن انقلاب باشه هم میتونین به سمت راست بیاین و هم از اون صحنی که گفتم از بسته تبرسی گفتم میتونین بیاین ویوش قشنگتره. از اون سمت هم که بیاین نزدیکتر به باغ رضوان. حالا جلوتر میریم بهتون نشون میدم. این روبرومونم باغ رضوان هستش. احتمالا بیشتر شما عزیزان که در این کانال هستین داخل ویدیو دیدین و میشناسین و کسانی که فالوورهای جدید هستن خبر ندارن و نمیدونن اینجا باغ رضوان هستش. یکی از مکانهای چایخونه حضرت رضا. اون رو براتون که ببینید ورودی تبرسی هستش که از همونجا وارد بشین سمت راستتون میشه باغ رضوان. و اگر از پشت من که اینجا میشه بست شیرازی، ورودی شیرازی یا بست شیخ طوسی، از اینجا وارد بشین میشه سمت چپتون. بین بست شیخ طوسی و بست شیخ تبرسی این مکان واقع هستش. یکی از قشنگترین چایخونه ها حرم هستش که داخل باغ و یه پارکتوری هست. همونطور که حالا هواشو میبینین. اینجا ماشاءالله ازام در صف زیاد هستش. حالا ما بریم داخل صف و در ادامه همراه من باشین تا چایخونه براتون بیشتر. Gökhan mesele mi bu? این هم از حال هوای چایخونه حرم امام‌رضا که حال هوای صفای با صفای خودش رو داره.